اوزیل. ها بریم. بطریه اصلا میبینمش حالم بد میشه. خب چه خبر؟ دیدی مشاوره خانواده رو دیدی؟ اینو مشاوره خانواده. آره سفر کردم که هست یادم بری تو. حاجی من خیلی مشکل دارم با عقیده ها و نظرهای امروزی دخترها راجب رابطه و ازدواج و این داستان. خیلی رو مخمه یه سری چیزاشون، واقعا دل پری دارم اما از کلا این داستان. با همه‌شون مشکل دارم، با هم با پسر هم با دختر. حالا من گرایشم بیشتر سمت دختراست، ولی با پسرها هم مثلا چوسی زیاد. یه جوری داری صحبت کنی من گرایشم سمت آره پسراست. تو که هستی، ولی موضوع اصلی اینه که بعضی از پسرها عقایدشون واقعا چرت و پرته، مثل خودتو. عقاید چرت و پرت از نظر تو چیه؟ یک، بیرون سیگار نکش. خب اون که یه چیز عادیه اینا که آقا، میگم نه دیگه اینطوری لباس نپوش. اینطوریو که خب اومدی. نه من نمیگم اینطوری لباس نپوش، میگم تو لباس پوشیدن تو یه حریم خصوصی داری واسه خودت. قرار نیست حریم خصوصی تو حریم عمومی بشه. دختر که دیگه نباید لخ بیاد بیرون که. بحث من این نیست که لخ بیاد بیرون یا نید بیرون. یه سری لباس هست پوشیده هست ولی تو ریختی بیرون. اون این بحثش رو داره. لباس بپوشی تنگه قشنگ همه جات پیداست. بعد میگه نه اوکیه کسی نگاه نمیکنه و اینا. ایده ای راجع به چیز ندارن که راجع به این که تو پسر داری راجع به چی فکر میکنی. من پسر بهتر میفهمم که دارم بقیه راجع به چی فکر میکنن از نظر من. آقا یه سری ما دم پاساژ تهران پارس، پاساژ پارسیان جلوی اونجا وایساده بودم و اینا منتظر مرتضی بودم، پسر خالم. قرار بود بریم جایی با هم دیگه. بعد یه پسره چند ساله بچه بود، خیلی کوچیک بود و اینا، وسط خیابون داشت هی راه میرفت و میومد و اونور اومد بغل من وایساده اینا. برداشت گفتش که عمو، گفتم جونم، فندک داری؟ برداشتم گفتم نه ندارم، فندک ندارم. برداشت گفته چرا حالا عصبی تو، فدات شم و اینا. گفتم عمو درست صحبت کن، اعصاب ندارم. زیدی یه ساعت من اینجا معطل کرد و اینا. بعد تو سینگل؟ من همون موقع کات کرده بودم. آره سینگل بودم. تا پسره رو نگاه کردم. یعنی از روزی که من با تو سگ آشنا شدم و نشد یه روز تو رابطه باشیم. بعد پسره نگاهش کردم و اینا، به پسره نگاه کردم و اینا، لغت زدم دم کونش، گفتم برو نباید فوش میدادم. ایراد نداره، ادیت در میاره. دانیل داداشم نمیدی بدم یکی دیگه بزنه، آدم زیاده. یه تومن هم میدم بهش. خب اوزیه. برداشتم بهش لغت زدم اینا، گفتم برو اونور وایسا، اصلا حال و حوصله ندارم اینا. بعد مرتضی اومد گفت چی شده اینا، عصبانی بود. عاد که من امروز بعد دیشبش کات کنم، یه پسر لاشی پاشه میاد اینجا هم فندک میخواد و بهش بگم برای چی عصبی، بعد بگی منتظر زیدی بودم نیومده. هاش بر سر تو کنن که اون زید داشت. اما داخل کات کرده بود. تو منو داری. مشکل اینجاست که من دارم جای همه چی واسه تو گوه پر میکنم. بابا دیگه شانس هم نداریم آخه تو رابطه. بعضیا میگن که مثلا میشه نه انگول نکنی؟ خواستم اینا میفته یا نه. آخه شانس هم نداریم آخه، توقع زیاد شده. اصلا چرا بحث دور شدی؟ بحث توقع شد. توقع رابطه زیاد پوشش صحبت میکردیم، تو رفتی سمت توقع و این داستانا. اصلا ربطی نداره. یکی همین ببین تو همین نوع پوششی که داری میگی، اینم جزئی هم مسئله توقع میشه. آقا جان تو اولش یه پوششی داری واسه خودت، یه حریم خصوصی باید داشته باشی. وقتی تو حریم خصوصی برای خودت نداری، توقع داری بقیه به حریم خصوصی تو احترام بذارن، وارد نشن. وقتی تو باز گذاشتی حریم خصوصی رو، بقیه چرا واردش نشن؟ یارو میگه خب اینطوری اومده بیرون که بعداً هم اوکیه دیگه. نه دیگه این بده دیگه. من میگم جوری مثلا لباس بپوشه، ببین هر جوری دوست داره مثلا لباس بپوشه، اصلا مشکل این نیست. ببین یه جوری بپوشه که هم اوکی باشه، من دلم راضی باشه، هم مثلا مردم بهش چپ چپ نگاه نکنن. من منظورم اینه. لیسی می‌خواستم که بیادم لعنتت کنه.
میخواستم میگم- راجع به همین اینی که گفتی بگم که مردم نگاه نکنن و اینا. آها، جامعه ما هنوز یه سری پوشش ها رو آره. نپذیرفته. یارو واسه دهه 30 اون تایم دیده یارو با مینی جوب میاد بیرون، اون موقع میگه الان بهش باش صحبت کنی میگه اون موقع اوکی بود آقا زنه با مینی جوب میومد بیرون، ولی الان بری بهش بگی طرف با مینی جوب میاد 40 سال یه روند رو داره میبینه دیگه، نمیتونی یهو برش گردونی که اون موقع چش باز کرده بود اینو دیده بود اوکی بود. الان 40 سال گذشته عقیدش کلا برگشته، یارو زمانش رو عرق میخورد الان داره نماز میخونه، ربطی نداره که. آخه ببینیم تو با عرف جامعت ببین بعضی- اگه میخوای یه جاهایی باز لباس بپوشی بپوش، ولی با نرم جامعت با عرف جامعه تو باید بری جلو، نه که همینه دیگه. لباس بزن نیم تنه میپوشی از اینجا تا اینجا بازه این یه تیکه، بعد یه شلوار میپوشی تیکه و پاره تمام پر و پاچت پیداست. خب این نه، اوکی اوکی. نیست تمام پر و پاچت پیدا بشه عرف نیم تنم جامعه ما هم بپوشی. آخه چی عرف جامعه ما هم میگن یارو باید نه. از سر تا پاشو نمیدونم چیز کنه. نه ببین تو چادر الان مادر بندازه. خود تو با چادر بیرون نمیره، یه لباس میپوشه که نه کسی بهش نگاه میکنه، نه کسی نگاه بد داره بهش، نه فکر بدی راجبش میکنن، اون میشه نرم جامعه که همه میفهمنش. نه که تو بیای نیم تنه بپوشی بعد لباس بعد مانتویی که داری میپوشی مانتوی چیز باشه چی میگم نازک باشه اون ورش هم پیدا باشه، خود نپوش دیگه، چه فرقی با پوشیدن داره. میدونی بابای من اینطوریه که مثلا ما تو همچین خانواده بزرگ شدیم اینا، حجاب که میدونی تو خانواده ما اصلا الان تو اکثر خانواده ها حجاب بخوای روسری حساب کنی حجاب نیست. من بابام به خواهرم میگفت به مامانم هم میگفت هر جوری دوست دارید مثلا، نه منظورم این اشتباه بکنم گفتم برداشته بود بهشون گفته بود که لباس بپوشید ولی مناسب جامعه بپوشید. ببین یه سری جاها هم هست ولی مثلا دوست داشتید روسری سرتون کنید روسری سرتون نکنید، من مشکلی با این موضوع ندارم، ولی لباسی که میپوشی باید با جامعه یکی باشه. اینطوری نباشه که مثلا یه روز مثلا مهران نمیدونم محسن یا امیر حسین از زندان من برم در بیارم و برای رضایت و اینا، که مثلا یه نفر بهتون تیکه نندازه. اینه داستان. ببین یه سری چیزا هم تا یه سری آدما نکنن اون کارو قبحش نمیشکنه نمیریزه. همین مانتوی جلوباز رو تا سال 80 تو مانتوی جلوباز نمیدیدی، مانتو کوتاه بود اون موقع، تابو شکنی اون موقع مانتو کوتاه بود، تابو شکنی الان نیم تن است، بینش مانتو جلوباز اومد سال 90 تا 400 که یارو با مانتو جلوباز میومد گفتن خجالت نمیکشه ریخته بیرون، ولی الان جلو بازم بپوشی اوکی کسی کاری نداره بهت، نه نگاه میکنم بهت نه کاری دارم بهت نه فکر بدی راجبت کنم. آخه بعضی هم ولی مانتو جلو باز میپوشی، مانتو جلو باز زیرش چی تنته، شلواری که همه جا تو ریخته بیرون، لباسی که نصف بدن تو پوشونده، خب اون یه تیکه بدن اگر نظر تو خصوصی، خب اون دیگه اصلا خصوصی نی اون بدن عمومیه. بعضی هم اصلا جنبه نداره. یعنی چی؟ جنبه است. تو مثلا همین مثال برات بزنم، مثلا تو همین خانواده ما یه بنده خدا یه زمانی با ما زندگی میکرد، یه وصلتی داشتیم با اینا. اون بنده خدا اومد تو خانواده ما اول چادری، بابام به مهرانم داداشم هم برداشت گفتش که تو با این به مشکل میخوری. گفتش برای چی؟ عقیده ها نمیخوره گفتش به هم نه دیگه. اصلا کار به عقیده ندارم. دختر اومد چادری بود اول، خب بعد یه مدت گذشت چادر رو حذف کرد. خب بابام برداشت گفت تو به این مشکل میخوری، گفت قشنگ طلاق آخرش. بعد برداشت به داداشم گفت من میتونم برم اپرومو مثلا یه ذره چیز کنم، اون داداشم گفت برو. بعد کم کم دیگه روسری رو حذف کرد. آره دیگه کم کم چیز کردن. داداشم من خیلی بهش آزادی داد، جنبه داشتن خیلی مهمه که آخرش هم شد همون خیانت و نمیدونم اون مشکلاتی که داشتیم و اینا. بعضیشون جنبه نداره. نه تو باید آدمتو بشناسی که بخوای بهش بها بدی. میای یکی آزاد میذاری یهو میبینی یورو فردا همین با بیکینی میاد بیرون، یکی هم آزاد میذاری میبینی نه هیچ تغییری نمیکنه، عقده نداره. این بحث عقده میشه. ها جنبه به کنار، تو خانواده باباش، تو خونه باباش باید با چادر میرفت بیرون، از خونه باباش که اومد بیرون گفت اوکی یه راحت شدم، شوهرم هم داره بام کنار میاد، بذار هر جوری این داره کنار میاد با من هر جوری دلم میخواد بپوشم. و تو جنبهشو داشته باش، عقده نباشه برات که بخوای ابرو تو مثلا درست کنی فلان و اینا. بعد من نظرم اینه که با تو هم بیشور نمیدونم دارم قلیون درست میکنم.
نظر من اینه که تو کارهایی که تو خونه پدرت داری میکنی و میای بیرون همون کارا رو هم انجام بده، بیشتر نخوا برو. چون من تو رو تو اون چارچوب پذیرفتم، خارج از اون چارچوب دیگه من نمیپذیرم. شخص من اینطوریه، چیزی که دیدم الان مد نظرم، نه چیزی که قراره بعدن تو خونه خود من تو واقع باز بپوشی. خب منم مخالفم، اگه مخالف نبودم میرفتم دنبال یکی که باز پوشیده. من تو رو اینجوری دیدم، اینجوری پسندیدم، همینو میخوام. اگه من دنبال یکی بودم که اوپن باشه میرفتم به یکی که اوپن سمتش، با اون وارد رابطه میشدم. خیلی فرق داره تا اینکه تو باز بپوشی. باز پوشیدن داریم تا باز پوشیدن. تو مثلا اصلا موضوع لباس هیچی، موضوع لباس میره بی کنار. من الان با یکی تو رابطم، ما یه اکیپیم، من با تو صمیمیم، من با اون طرف میام پیش تو، اون با تو رفیق میشه، رفاقت من با تو هست، اونم یه رفاقتی با تو داره موقعی که با تو آشنا میشه، بعدش رفاقت با تو پیش میبره، اون جلوتر میبره دیگه. با تو رفاقت نیست، یه چیزی بین رابطه و رفاقت با منم تو رابطه است که جنبه اینو نداره که من ببرمش طرف و پیش رفیق پسرم بخواد مثل یه دوست از دور نگاه کنه ولی بهش. پارتنر تو اینطوری نیست. نه اینطوری نیست، چون من خودم هم اینطوری نیستم. قبلیه اینطوری بود. ولی اون که خب اصلا موضوع بحثی که کشیدم وسط همین بود. قبلیه اینطوری بود، رفیق تو بردی جلو، حالا من نبودم، رفیقشو برد جلو، آشنا کردم با هم دیگه، یه جا کار میکردن اینا. یعنی قشنگم یادمه وابستگی اون دختره به رفیق این، وابستگی این رابطه بین این دوتا بیشتر بود. آره دیگه بیشتر. آخه میدونی من یه جا از چی سوختم؟ اینکه یه سری رفتم نظرشو پرسیدم راجع، گفتم فلان راجع فلانی نظرت چیه؟ گفت حال نمیکنم باهاش، اینجوریه اونجوریه، قدش کوتاه فلان اینا. گفتم خب پس اوکیه دیگه، حله، اتفاق قرار نیست بیفته. بعد ببین اصلا من این پلن تو ذهن من چیده شده، اگه دقت کنی از همین جمله‌ای که دارم میگم که اتفاقی هم نمیفته. یعنی من پلن اینو دارم که روزگاری اگه بخوام این کارو بکنم ممکنه برگرده ورق، حالا هر چقدرم رفیق من هفته، ولی هفته بعد مثلا دست به دست مثلا تو پاساژ بهاران، حالا دیگه وارد جزئیات نشه دیگه. مرتی که بیشعور خرد. به چرا خوشی اومد. آره اینه موضوع ببین یه موضوع دیگه هم هست. مثلا تو نباید اینو بگم، ولش کن. بگو اوکیه، بگو. من نگم بهتره. نه بگو. نه در واقع نیست، اسم نیار، بگو. در واقع اون بنده خدا نیست آخه. کاری ندارم درباره چیه. آقا موضوع اینه که مثلا چیز میخوای بکنی تو بیرونیم ما، خب خیابون، مثلا میگه آقا مثلا من دارم مثلا چیز میکنم، دارم سیگار میکشم، مثلا من دارم سیگار میکشم، تو هم داری میکشی، خب ولی اون میگه مثلا منم سیگار میخوام، خب ولی تو نمیدی بهش، میگه تو خیابون نه. خب ببین من عقیدم اگه دنبال یه دختری خب نه دیگه اصلا کاری ندارم. خب میدونی موضوع چیه؟ اگه اون مثلا اجازه نداره بکشی، تو هم جلو اون نکش. ببین یه سری ببین الان برگشتیم به همون بحث قبل، بخوای دقت نه اصلا یه نکش. چیزایی توی جامعه ما هنوز جا نیفتاده، تو نکش جلوش. چه ربطی داره؟ ببین اگه بخوای اینجوری حساب کنی اصلا نرو تو خیابون. تو میری تو خیابون یکی داره نداره. سیگار میکشه، خب منم باید بکشم. آقا من الان مثلا الکل میخورم، خب سیگار میکشم، خب میگم آخرش بهت میگم اینا. بعد پارتنر من مثلا به عنوان مثلا من سیگار میکشه، الکل میخوره، اوکیه. اون دختر که بغل منو تو خیابون داریم راه میریم، اگه میخواد سیگار بکشه، من بهش مهر نمیدارم بگم آقا نکش، میگم بریم یه جای خلوت. موضوع اینه، میگم بریم یه جای خلوت، مثلا چه فکر رو بده کنم. نه جای خلوت نه، میخوام یه چیز دیگه رو ازت بپرسم. بگو اینو تا یه چیزی ازت بپرسم. بری یه جایی که کسی نباشه، تو عموم نباشه، تو شلوغی نباشه، تو جایی که آدم هست، آدم باشه کم باشه، آدم باشه کم باشه، اینطوری میام. ولی جامعه تو که از اولشو ببین، تو با این موضوع مشکل داری یا نه؟ خود تو مشکلی نداری با این موضوع که مثلا تو سیگار میکشی، پارتنرت هم سیگار میکشه، اوکی از نظر تو، ولی من با این موضوع اصلا اوکی نیستم.
یه سری چیزا تو جامعه ما برای مرده، تو نمیتونی اینو تغییر بدی. آقا اگه ببین به عنوان همین مثال سیگاری که زدی، من میکشم، اونم میگه چون تو میکشی منم میکشم، اوکی مشکل نداره، الان داری راجع به حقوق برابری صحبت کنی دیگه. خب من میرم چیز برمیدارم، بسته روغن برمیدارم 80 کیلویی، خود تو هم برو وردار دیگه. چطور اون کار چی من، مثل انی بود زدی؟ این کار من آقا از نظر تو اوکیه، خب این کاری که من دارم انجام میدم تو هم انجام بده دیگه. خب اون کارم، اون منم اون کارو انجام میدم، تو برو اونم انجام بده دیگه. نه تو کلا من 5 صبح پا میشم میرم سر کار، تو هم 5 صبح برو دیگه. ساعت 3 صبح. نه تو رو تو نوعی رو نمیگم، من نه دارم اون راجع به قضیهش دختر فرق صحبت میکنه. میکنم. اون قضیهش فرق میکنه. آره روغن رو ول کن، اون هیچی بار بلند کردن و اینا. من کلا قضیه فرق میکنه. بعضی از چیزا مثلا یکسانه، بغل همدیگه داره میره، یعنی با همدیگه دارید میرید نه جلو. نه 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 یه سری چیزا واقعا با یه هم دیگه جلو با نمیره. یه سری چیزا با همدیگه میره جلو، یه سری چیزا مرد باید تنهایی ببره جلو، یه سری هم دیگه مثلا اون بنده خدا مثلا تو اون رابطه مثلا باشی، اون بنده خدا باید بکشه جلو. آقا اینا چیه؟ اینی که تو من میگی میگم مرد اینو بازش کن، ببین فقط الان دارم بسته میگم، صحبت نکن. من دارم میگم آقا اگه من ناراحتت کردم به هم بگو، اذیتت کردم، نمیدونم یه چیزی گفتم ناراحت شدی، خب اینو بردار به هم بگو. ولی مثلا من حق ندارم که مثلا 24 ساعتی مثلا شبانه روز مثلا هی مثلا اونو در اذیت کنم، اختیار تو باشم. در اختیار تو باشم و اینا، هی اذیتت بکنم و اینا. من منظورم اینه. من میگم آقا یعنی کسی چی؟ هم ببین اگه کسی هم من ناراحته، خب کسی مثلا دلخوره مثلا، خب بیاد به هم بگه آقا مثلا این موضوع مثلا چیز، مثلا این ربطی نداشت به اون الان که دارم تو میگم گفتی. اون رابطه هم مثلا همینطوریه. مثلا آقا دختره یه چیزی برمیداره به تو میگه، خب تو ناراحت میشی، خب ولی اون متوجه نمیشه که تو مثلا ناراحت شدی، تو خودت متوجه میشی. تو باید یه بروزی بدی از ناراحتی. تو آدمی نیستی که بخوای بروز بدی، دولت من عرفان نه، تو همچین آدمی کلا نیستی آخه. تو باید آره این بروز باید بروز بدی بده. که آقا من از این حرکت، تا وقتی تو بروز ندی یارو از کجا میخواد بفهمی که تو ناراحتی؟ تا وقتی نشون ندی. خب همینه موضوع، من الان همینه که تو آدم بروزه نیستی و نمیتونی آقا. چرا بگی. اتفاقا نه فکر میکنی هستم نمیبینی تو آقای دانیال حاتمی همچین آدمیه؟ دهنتون رو ببندید 5 دقیقه ببین. دیر میکنید پایین، من چیکار میکنم؟ اون بروز نیست احمق، اون بروز احساسات نیست. هیچ کی با دیر اومدن ناراحت نمیشه. چرا من واقعا میره رو مخم. میره رو مخت ولی ناراحت نمیشه. چرا دقیقا ناراحت میشم من از این موضوع که آقا من واسه این که بیام پیش تو یه تایمی گذاشتم، تو سر تایم اونجا باش، چون منم سر تایم همونجام. یا نیستی. یه احترامی واسه تو قائل شدم که من سر تایم اونجام. تو مهم نیستی اصلا، تو بابا قراره دهنتو ببند تو الان. خفه شو اصلا. ساعت 8 باید قرار میذاریم، ساعت 12 میاد. دیگه خر حالا من مثلا یه ذره دیر کنم مثلا 3 دقیقه، تو یکی دیگه دهنتو ببند بهش بگی کجایی، میگه من دارم میام 5 دقیقه دیگه اونجا. یه رو بعد زدن امیر کجایی؟ تو رافله هم اومدن اسنپ، منتظر اسنپ هم بیاد. خفه شو. الان راجع به بروز احساسات داری صحبت آقا میکنی. آقا من به تو گفتم که امیر این موضوع دیر اومدن تو رو مخ آقا با من نه، من و تو رفیقیم. میدونم داریم من منظورم با راجع به بروز دختر. من به اونم بروز میدم. نمیدی. خب جلوی تو چرا بعد این کارو بکنم؟ آقا اصلا دیدیم همچین چیزی چرا جلوی تو بعد این کار؟ من میام شاید میام راجع به یه موضوعی با تو صحبت کنم خب. که آقا من از این موضوع ناراحت که شدم. همین صحبت کردن همین درباره همین موضوع الان جفتمون حالمون بده، یعنی من حالم بده که میشینیم در با این اصلا خودش ایراده که من میام درباره رابطه خودم میام با تو صحبت میکنم، تو هم میای مثلا درباره رابطه خودت میای با من صحبت میکنی. من میام راجع به چیش صحبت کنم، اینو من نمیام با جزئیات. منم برای با تو باز جزئیات کنم. نمیگم، من میام به تو میگم امیر مثلا فلان اتفاق افتاده، فقط همین. من سر این به مشکل همون دیگه نمیگم، ولی تو نه. همون دیگه هم باعث چیز میشه. ترکی دقیقه نورمون عدد سر ولکن اصلا بیاد درباره چی صحبت نه داشتی میگفتی، بگو آقا جان حرفتو بزن. من گفتم دیگه. نه حرف تموم نشد، دقت کنی. اصلا چی داشتیم؟ من یادم نیست. آی سلام بده. پرش فکری من پرش فکر این خستگیه. ببند دهنتو، پرش فکره.
ذهنت میره یه جور نه خیر. خستگی میاد تو صبح پرش پا میشی اصلا موضوع رو داریم عوض بکنیم. پرش آقای وایس این تخصصش اینه که اصلا نمیخوابه. پرش فکری چجوری به دست آدم باعثش میشه؟ برای بیخوابیه، هم برای خوردن. نه دانیال چه چرت و پرت داریم میگی. نه خیر آقا من دارم 8 ساعت 9 ساعت تو شبانه روزو میخوابم. من 4 ساعت ولی خب میخوام اینو بهت بگم، من 8 ساعت 9 ساعت میخوابم تو شبانه روز، 7 ساعت 8 ساعت نرم خوابو من دارم، ولی پرش فکری و صبح دارم. ربطی به خواب نداره. دغدغه ذهن تو، موضوعای زیادی که تو ذهنت پرش فکری ایجاد میکنه، ربطی نداره. تو به خواب ربطی نداره. بیا اصلا داره موضوع خوابم خیلی ربط داره، کاری نداره. خواب ذهنتو خسته میکنه، نمیذاره فکر کنی به آقا موضوع. ول کن اصلا داستان. به نظر من بس موضوع یه چیز دیگه بود که تو داشتی میگفتی توی یه جای خلوت باشه اوکیه. نه اونو گفتیم تمام شد. من اصلا میگم این کلا موضوع دیگه تموم شده. اینا داشتم در این صحبت می‌کردم و اینا که ناراحتی و اینا پیش میاد. آها راست میگه راجبت این که ناراحت شد. آقا من میگم منم میگم من با کسی تعارف همیشه ندارم. من با کسی تعارف ندارم، ولی بیشتر همین چی مثلا اعصابم خورد میشه اینه که بهش مثلا یه چیزی گفتم ناراحتش کردم، خب و برداشتم هم بهش گفتم، ولی اون اصلا نگفته، مثلا هیچی نگفته، هیچ جوابی نداده. خب این میرسه به بلوغ فکری تو. بلوغ فکری تو به نه. بلوغ فکری برسی میری خیلی راحت راجع به موضوعی که ناراحت شدی صحبتتو میکنی. من میگم ولی اون نمیاد خب بگه. به بلوغ فکری نرسیده، به بلوغ رابطه داشتن نرسیده. میگم آقا اگه چیز برداشتم بهت گفتم که ناراحت شدی، نمیدونم یا عصبی شدی، نمیدونم رفتم رو مخت، بگو اینو بهم. اگه نگی من بیشتر اعصابم خورد میشه. اصلا تو این نباید موضوع اعصابت اینه. خورد بشه. من اعصابم بیشتر خورد ببین میشه. تا موقعی که اون طرف تو به این بلوغ نرسیده که آقا من ناراحت شدم، میرم میگم امیر تو فلانجا فلان کارو کردی، من از دست تو اونجا ناراحت شدم. تو هرچی اینو بیشتر نگه داری پیش خودت، ناراحتی رو نگی، هی ذره 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 بزرگ میشه ناراحتی، یهو یه جا میزنه بیرون که کلا میترکونت تو رو، رابطت به فنا میره. آره دیگه الان همچین اتفاقی افتاده. خب تو ببین تا موقعی که به بلوغ فکر و بلوغ من رابطه میدونم. نرسی این موضوع حل نمیشه. همینه دیگه، موضوع همینه. من برداشتم بهش گفتم اتفاقی چیزی افتاده، بیا بگو. اون نیومد بگه که همچین اتفاقی هم افتاد که نمیدونم در جریان نیستید، فکر کنم حالا بیخیال. بهش هم برداشتم گفتم که بگو بهم، من تو نگی من بیشتر ناراحت میشم، اعصابم خورد میشه اینا. بردار بهم بگو و اون نگفت. خب این هنوز بچه است طرف تو، قشنگ بچه بودنشو داره میرسه. ولی بعضی از چیزاش خدایی خوب بود تو رابطه، کاری ندارم. خب تو نمیتونی از ببین همه یه آدم کامل می‌دونی توقع موضوع داشته چیه؟ باشی که ببین. هر کی نقصی داره. ببین اصلا نقصش اینو کاری ندارم. خودت نقصش آدم نیستی نقص واسه اون رابطه. طرفم، مثلا نقص اون طرفم یه جذابیتی بود برای من. خب یعنی قشنگ میدونم. آره. ولی من بیشترین رابطه‌ای که داشتم 4 سال بوده که خب میدونید در جریان چی آره. شد مثلا کات کردیم و نه اینا. اینو نمیدونم، یادم نیست، یعنی الان حضور ذهن ندارم. من خب. ورشکست شدم. خب ورشکست شدم، اونم رفت. خب ولی مثلا من تو اون 4 سال که مثلا با اون تو رابطه بودم احساس خوشبختی نمی‌کردم. به چه دلیل؟ میام یه چیزی کمه، من با این خوشبخت نمیشم. من این آخرش یه خب رو چه حسابی این حرفو سر این حساب اینه که آقا من دهنم سرویس میشد. اون موقع چیز بودیم دیگه، سرپرست کارگاه بودم من. خب رئیس کارگاه نشده بودم، هنوز سرپرست کارگاه بودم. اونا یه دفتر فنی مهندسی دیگه بودن که با ما قرارداد بسته بودن برای مترو. ما نشستیم صحبت کردن و اینا با دختره. بعد همون اولش من فهمیدم که این پر افاده است، یعنی خیلی مثلا توقعش زیاده، اما یه توقعی متوقع پر افاده. آره خیلی چیز عجیب که برادرم هم برداشت بهم گفتش که با این وارد رابطه نشو، گوش یه چیزایی هم من میخواست. خب بودجه مالیش هم داشتم و میتونستم بگیرم براش فراهم کنم اینو، ولی نمیگرفتم. میگفتم آقا من دارم اینقدر در میارم. ما اون موقع زیاد پول در میوردیم دیگه، اون وضعمون خیلی خوب بود، الان هم مشکلی ندارم. یه چیزی برمیداشت میگفت آقا اینو برای من بگیر، من میتونستم بگیرم ولی نمیگرفتم.
گفتم این الان من اینقدر دارم پول در میارم، این فوقش مثلا 3-4 تومن کمتر من داره در میاره. خب ولی مثلا برای تولدش یا مثلا تا مناسبتی که چیزی بوده اینا براش یه گرونترین چیزا و قشنگترین چیزا رو میگرفتم. یه چیز منطقی هم هست اگه بخوای بهش آره بکنی. این که غیر منطقی نیست ولی این موضوع. غیر منطقی اینه، برداشته بود اینه مثلا یه چیزی برای من فرستاده بود میگفت اگه اینو نگیری فلان میکنم بیسار میکنم. خب ببین اون تو مریض بود. نه تو به سن خودت هم تو اون برهه نگاه کن، جفتتون بچه بودید، تو عقلت هنوز کامل نرسیده بود، اصلا رابطه داشتن تو عقلت نرسیده بود. 4 سال با یارو بودم. چه ربطی داره؟ تو 1000 سال یارو 20 سال زندگی میکنن بعدش میفهمن که سواد رابطه خب ندارن. میدونم موضوع این بود، من اصلا خوشم نمیومد. من به این میگفتم من و تو تهش چی نمیشی. گفت نه، بعد میدونی چی بیشتر منو مثلا اذیت کرد، اعصابم خورد شد، این که مثلا کات کردیم مثلا خیلی خوشحال شدم، ولی بیشتر این چیز مثلا اذیتم کرد. برداشت گفتش که من تا تهش باهاتم، یعنی مشکلاتی برات پیش بیاد من تا تهش باهاتم، فلان میکنم بیسار میکنم. حرف باد حواس، حرفو ولش کن. من ورشکست تو شدم. عمل مهمه طرفت من چی باشه. یادمه ورشکست شدم، پاییزم بود، بعد پول میخواستم، خب بعد چک پاس میکردم و اینا. زنگ زدم بهش، میدونستم داشته اینو، برداشت گفتش نه ندارم. گفتم اوکی. هفته بعدش تولدش بود، بعد من با بیپولی کامل رفتم براش یه چیزی گرفتم. گرون نگرفتم ولی یه چیز قشنگ گرفتم. نمیدونم بردم چی دادم میگه. بهش، جلوش گذاشتم و اینا، وا کرد آره قشنگ پرت کرد بود. من این صحنه رو تو یکی دیگه دیدم، من عین این صحنه رو تو بعد یکی دیگه دیدم. برداشتم یه مدت گذشت و اینا، برداشتم بهشم گفتم انگار ناراحتی. گفت نه ناراحت نیستم و اینا. بعد توی جلسه نشسته بودیم، برداشت گفتش که داشتیم صحبت میکردیم و اینا درباره کار بود، پروژه آخری بود که باید تحویل میدادم. برداشت گفتش که آره از سری بعدی دیگه با شرکت‌های کار میکنم که دستشون به دهنشون برسه و اینا. بعد من نگاهش کردم، مهرانم هم به من نگاه کرد و اینا، من گفتم این فهمیدم داستان چی. یه مدت گذشت، من دیگه پول نداشتم، یعنی قشنگ یادمه پیاده میخواستم برم به قرآن از دم خونه تا میدون امام، بعضی موقع پیاده میرفتم. بچه قدی هم بودم چون که از خانه بوده اصلا پول نمیگرفتم. یه اتفاقاتی افتاد و اینا، ما دیگه کات کردیم سر این که مثلا خودش هم رفت و اینا، مثلا خیلی هم خوشحال شدم مثلا این اتفاق افتاد و اینا. ولی بعد یه مدتی مثلا دوباره من سر سامون گرفتم، خودمو داشتم میکشیدم بالا و اینا، پیام داده بود به چه خبر و اینا، کار میکنی هنوز؟ مثلا گفتم که من با هر کی کار کنم با شما کار نمیکنم. من تو دوره ورشکستی خیلی ها رو از دست دادم، رفیقامو از دست دادم، نمیدونم حالا شما. نه من بعد ورشکستگی با تو اوکی شدم. نه خیر، من ورشکست شدم با تو اوکی شدم. بعدش نبود، حینش بود. اتفاقه داشت میافتاد ولی خب دیگه حینش بود. ولی تو رفاقتمون اینجوری نبود، مثل الان نبود. چی توقعی داری تو؟ یه محمد رفاقتم یه ماه اولش طول اونطوری میکشه تا نبود. اوکی شی. یا رفیقامو از دست دادم، نمیدونم اون الله اکبر. خب اون رفت و اینا، گذشت و اینا تا کی؟ پارسال آفرین. که برداشتم گفتم که من اصلا قبل این موضوع گفتم ببین من با این میرم بیرون اوکیه، ولی هیچ اتفاقی بینمون نمیفته، من عاشق نمیشم دیگه. حیف که نمیتونم حرف بزنم. پاهم چه ورم کرده. خب برای غلظت خونه است. که رفتیم بیرون، من لوکیشن براش فرستادم اومد و اینا، لوکیشن یه ذره جابجا شده بود. رفتم بالا اینا، با یکی از بچه‌ها هم بودیم، علی بهرام پایین. وایسا الان به این موضوعش ربطی نداره، میخوای بگی؟ نه میخوام بگم سری جمعش کن. میدونم گفتی نقضشو کامل و اینا، نقضشو میخوام بگم. اینا برداشته بود که یه لوکیشن اشاره فرستاده بودم، من و علی بهرام جلوی در وایساده بودیم. بعد علی بهرام برداشت گفتش که فکر کنم قیافتو دید ترسید رفت. تیکه سنگینی انداخته. گفتم نه، زنگ زد به ما اینا، گفت کجایی تو؟ گفتم لوکیشنی که برات فرستادم دیگه. گفت من اومدم بالا، راننده صاحب منو بالا پیاده کرده. ما رفتیم بالا و اینا، علی رفت داخل مغازه. خدا لعنتت کنه علی برام، هر چی میکشم سر تو میکشم. رفتیم ما تو کافه نشستیم، رفتم دنبالش که من خر میخوام صدام خوب بیاد واضح بیفته. دانیال کارو جمع کن. که من خر
مدت ازش خبر نداشتم، دوباره مثلا پیام دادیم به هم دیگه، باز دوباره یه مدت باز در جریانی که یه مدت دوباره ازش خبر نداشتم، دوباره پیام دادیم به هم دیگه، باز الان ازش خبر ندارم. تا سال دیگه داد نه خدای هر 4 ماه یه بار این اتفاق میفته اینا. تو پس چهارشنبه هفته دیگه چنجر رو به من میدی؟ آره فکر کنم. ولی نه میگم ببین من چنجه میخوام. سنش، اینو میخواستم بگم، سنش کم بود. خب من 81 بودم. ببین من میگم سن منظورم از سن عدد سن نیست. نه من اینو میخوام بگم مثلا 85 بود. اصلا کاری به این موضوع ندارم. ولی- من میگم مثلا به بلوغ فکری نرسیده، یکی تو 15 سالگی به بلوغ رابطه میرسه، یکی تو 25 سالگی هم نمیرسه. ولی از سنش خودی بیشتر میفهمید بعضی چیزا رو. خب قبوله. اون به یه جاهایی به بلوغ رسیده. آره من اینو خدای خوشم اومد ازش، اینا خدایی یه چیزایی رو مثلا بیشتر هم میفهمید. تو کلا نمیفهمی، این مشکل ما من همینه. ببین اصلا موضوع اینه، من عصبی میشم. چه ربطی داشت؟ نه میخوام بگم مثلا عصبی میشم، ناراحت میشم، خیلی چیز میکنم، خب بچه. پرخاش میکنی. پرخوش میکنم. قربونت برم. الان بوش میخوره بهم طرفدارم. بعدش طرفدارم. خب ولی فکر نکنم بشه. به من چه ربطی داره؟ آره به من چه این موضوع که اوکی میشید یا اوکی نمیشید؟ ببین بحث عقاید بود که برداشتم اینا عقاید اینا که برداشته بود بهم میگفت که تو مثلا با سیگار کشیدن یا مثلا الکل خوردن اینا مثلا مشکل نداری. گفتم نه. گفتم ببین خودم دارم این کارا رو انجام میدم آخه. اصلا بحث این نیست که تو داری این کارا رو انجام، چون تو هر کاری داری انجام میدی طرف تو هم باید اون نه. کارا رو انجام. تموم شد رفت. یه سری چیزا واسه تو خوبه ولی واسه طرف تو آره. آقا یکی هست جنبه الکل خوردن داره، الکلشو میخوره، حالت عادیه، هیچ تکونی نمیخوره. آره. چی میگن، متانتشو حفظ میکنه، وقارتشو حفظ میکنه، همه چیش اوکی. یکی هست نه الکل میخوره، لوده میشه، دلغک بازی در میاره، خودشو ول میکنه. آره این هست، همچین موضوعی هست. تو اینو باید در نظر بگیری. هستش، دارم بهت میگم همچین چیزی هست. اصلا کاری ندارم هست یا نیست. نه اونو نمیگم که هست و نیست. من با همین مثلا گفتی الان اتفاق خیلی چیز قشنگم برداشتی گفتی اینا، من با همین موضوع مثلا مشکل دارم. فکر کنم تنها چیزی که منو تو شب مثلا کدوم موضوع؟ یادت رفت؟ نه یادم نرفت. 2 تا رو من گفتم الکلو که گفتی مثلا یارو مثلا میخوره اوکیه، یکی میخوره که مثلا لوده بازی. من با همینم مثلا من با این موافقم. ببین الکل خوردن جا داره، جمع داره، آدم داره. هر خری نمیتونی مثلا با این گوسفند نمیتونی بشینی تو الکل بخوری. من با خیلی کسی نشستم. خب این خریت محضه. من با رفیق‌گر سر کوچه نشستم، حالا اونا ما مهم نشستم، نمیدونم خیلی نشستم. من یه نفر رو پیدا کرده بودم تو پادگانم با اون نشسته بودم. فردا سر این ویدیو میبرنت از طرف پادگان میبرن. من اسمم چیزه، اسم میخواد بیاری. ولی آره ببین یه سری کارا رو تو میکنی اوکیه ولی به درد دختر نمیخوره انجام دادنش. کارهایی که من الان ببین اصلا بحث اون سختی کار اینا رو بذار کنار. نه کارهای من منظورم اینه کارهایی که من الان دارم توی شرکت میکنم. نه اصلا اون نباید اون بیاد. نه اصلا میخوام میگم اونو بذار کنار. مثلا بحث کار کردن بیرونه ولش. تو میری پیکنیک بیرون، کی آتیشو درست میکنه؟ گاو میریم بیرون با دختر. با این وارد رابطه نشو، شعورش نمیرسه. نه اون که آره خب اون کار مرده. تموم شد و رفت. من میگم مثلا آقا موضوع من یه چیز دیگه است الان. ببینم من بحث این بود که میگن بابا برابری. الان دخترای الان حتی پسرا بعضی از پسرا دیگه دیدیم تو جامعه دیگه، من و تو باز بیشتر مثلا تو جامعه مثلا با مردم سر و کله میزنیم. خب حالا اون که هیچی آدم نیست اصلا. بابا خب خیلی توقع بیجا دارن از آدم. نه توقع داشتن اونی که بابا توقع یارو داره وایسا بذار اینو برات باز کنم. بابا بذار الان دارم یه چیزی من بهت بذار میگم. اینو برات باز کنم تا متوجه شی. اونی که متوقعه و توقع بیش از حد داره همونیه که تو خونه یه باباشی ندیده و میخواد تو خونه تو ببینه و اون آدم به هیچ عنوان آدم زندگی تو نیست.
اونی که تو خونه باباش ندیده باشه و تو خونه تو هم توقع دیدن اون موضوع رو نداره، اون آدم آقا درسته. توقع میگه آقا الان مرتضی با یه دختری آشنا شده بود که من دیشبم به مرتضی برداشتم بهش گفتم این دختره رو بنداز بره. با دختر یه ماه وارد رابطه شده، دختره برداشته بهش گفته که باید برای تولدم که مثلا این ماه مثلا آیفون بگیری. خب این ندیده عقده است. آدم عقده‌ای، آدم عقده‌ایه. به باباش گفته من فلان چیزو میخوام، باباش نخریده، از فلان کس میخوام. تمام شده رفت. با این یه چیزی دیگه هست، با این آدما نباید ارتباط بگیری و هر چی فاصله بگیری بهتره. به نفع خودت تو فاصله بگیری، تمام شده رفت. خودتو نجات میدی. یعنی از یه شکست بزرگ که تو واسه این آدم این همه خرج کن، این همه بالا کن، این همه بگه، آخرم یارو میره با اونی که واسش خرج میکنه با تو که نمیمونه. دختری از تو بالاتریه که هست همیشه. دختری که با یه گله، با یه شاخه گل خوشحال بشه، همونو باید به نظر من باش اوکی بشی. نه صرفا این نیست. نه من دارم مثال دارم میزنم، من با یه شاخه گل نه، مثلا راضی عضوگر میشه. تو داری. حالا اخلاقیات اینا باید مثلا باش کنار بیاد. تو مثالی که داری میزنی من درست نیست. نه میگم مثلا یه دختر باشه که مثلا آدم خوبی باشه، وضعیت مالی تو اگه ببینه مثلا باز مثلا برای تو براش یه شاخه گل میگیری، خب با این گل خوشحال میشه. خب من موضوع اینه که اون دختر واقعا دختر خوبیه. نه اینو الان بهت میگم. من مثال نقض همین موضوع هم دارم برات. مثلا نقضتون چیه آقای برادر؟ یکی هست با تو پیادهش هم راه میاد، بیرونش هم میاد، کاری هم نمی کنی، ولی تو رو دوست نداره. با یکی دیگه، برای یکی دیگه دوه طرف سمتش نمیاد. ببین اینطوری میخوام بهت بگم، رابطه یه طرفه رو میخوام برات این مثال رابطه یه بزنم. طرفه میشه دیگه. این چیزی که داری تو میگی خب رابطه دیگه. یه طرف. من میگم مثلا با تو نه، ببین من میگم دختر پسر مثلا اوکی باشن با هم دیگه، بعد مثلا یه مدت مثلا طولانی مثلا با هم دیگه مثلا تو رابطه هستن، یه مدت خیلی طولانی. ببین تو سمت یارو میری، یارو سمت تو نمیاد، ولی کنار تو میاد. ببین اینی که میگم خیلی چیز چرت و پرتیه، دارم اشتباه توضیح میدم، ولی تو میری سمتش، اون سمت تو نمیاد، ولی بعضی جاها کنارت میاد. من بعضی جاها به چه دردم میخوره؟ من میخوام تو کلا کنار من باشی. کلا کنار من نیستی، کلا نباش. اگه من ماشین خریدم روزگاری، تو پیاده با من نیومدی، ماشین خریدم با من اومدی، اونجا دیگه کنار من بودم برای من مهم نیست. زده میشه آدم. ببین طرف یه جون زدگی میشه دیگه. طرف با من بیرون میومد اوکی بود با اینکه من پول ندارم و اینا، ولی واسه یکی دیگه بود، اصلا یکی دیگه رو دوست داشت، متوجه شد. یکی دیگه رو میخواست. تمام شد و رفت. این میشه مثال نقض چیزی که تو گفتی که با یه شاخه گلم خوشحال بشه. شاید با یه شاخه گلم خوشحال بشه اون طرف، نه منظورم ولی تو رو دوست نداشت. اداه ممکنه ادا هم در بیاره. من میدونم مثلا چی دارم میگم، موضوع چی. آقا یارو 0 تا 100 تو رو دیده. اگه تو نداشته باشی کنارت باشه، به یه همون جایی دیگه. برسی کنارت باشه، اون درسته. که اگه به یه جایی رسیدی بازم، چون که تو کار من زیاد پیش میاد که بازم مثلا اون 100 شدی 0 باز کنارت باشه. خب سخت پیدا میشه، باید صبر کنی. باز اونی که تو میگی چیزی نیستش که همینو زرتی دارم بخوای میگم که پیدا اگه کنی. دختر دوستت داشته باشه، رابطه دو طرفه باشه، بازی رو بردی. الان یه نفر ما الان تو همین جمعمون داریم دیگه، جدی دارم میگم، سرش هم تو گوشی الان. اگه دختره خوشش میاد از قضیه، برای چند سال پیشه؟ 4 سال پیشه. تو این 4 سال این آقا این کاری نکرد. بعد یه کاری هم کرد ولی رید. تو این 4 سال با هیچ دختری بحث ریدن نیست. این که اینم با هیچ دختری اوکی نشد اصلا بحث این سر قیافشه. نه سر قیافه نه. این نه زبونشو داره نه آدمشه. این یک دو ماشم دست گذاشت رو آدم اشتباهی که به درد نمیخوره. آره چون که خیلی نه سطح مالی ها رو ول کن. مالی اصلا من با خود احمق برداشته به دختره همون روز اول برداشته گفته که من آمار کل خانواده‌تون رو دارم. لاشی تو مگه چیزی مافیایی؟ FBI مگه اطلاعات کل دخترا برمی‌داره مثلا میگی داری که داری، اونو باید برای خودت نگه داری. اینو بده من. باشه خیلی. نه اینو بده من. صافتم چه گریهش گرفت. دانیال اشک تو با اون حالا بماند که مثلا یکی از بچهای دیگه‌مون حالا رفته خدمت و اینا با کی شده. چی؟
نگفتی بهش نه؟ استوری علیرضا نوروزی مگه ندیدی؟ شوخی کردم. آره موضوع اینه. ببین ما راجع به عقیده صحبت کردیم تو رابطه، فرهنگی که خانواده ها با هم متفاوتن. آره دیگه. تو باید بری دنبال کسی که به فرهنگ تو بخوره و میاد با تو وارد رابطه میشه تغییر نکنه. اونی که تو خانواده تو خونه باباش هست تو خونه تو هم همون باشه، نیاد تو خونه تو بخواد بازتر باشه. ببین فرهنگات اومد به هم بخوره. شاید ممکن باشه تو فرهنگت با خانوادت فرق کنه ها، شخص تو، ولی بازم اون فرد میخواد وارد خانواده تو بشه، بعد با این موضوع کنار بیاد. هیچ میگه نیست دستمال زیر تخت تو که حیوان. خانواده تو شاید اون چیزی که تو دوست داشته باشه خانواده تو نپذیره، بعد یه چیزی هم باشه که طرف با خانواده تو هم بخوره، چیزی نباشه که فقط به تو بخوره. ببین تو باید بیاریش تو این جمع. تو اصلا کاری با این جمع ندارم. تو میگه الان اومدیم مثلا پدر مادر تو از دختر خوششون نیومد. خب بعد ببینی از چیش خوششون نمیاد. ممکنه اون موضوعی که خوششون نمیاد خودخواهانه باشه. نه اصلا خودخواهانه، اصلا آقا درباره هر چیزی هر مثلا مشکل داشته باشم دختر کاری ندارم. تو از دختر خوشت میاد، دخترم از تو خوشش میاد. خب فقط اینجا به تو دختره ختم نمیشه، خانواده ها این تو مگه پشت شما دوتا تو مگه باشه. با خانواده‌اش میخوای زندگی کنی؟ نه خیر، شما ولی خودتون وقتی دارید میری تشکیل خانواده خونشون، وقتی میری خونشون دیگه پیش تو نیست، میره پیش مادرش تو آشپزخونه کمک میکنه. خب اونجا تو مخیه میره براش که برای چی با این اینطور شد اینا. و دوران قبل از زیر یه سقف رفتن که خانوادهش میرن تو مخش که این اینجوریه اون اونجوریه، 2 سال صبر میکنه کوتاه میاد، بعد 2 سال حرفای مادره پدره تو ذهنش میگم داره اگه میچرخه. دختره اگه تو رو دوست داشته باشه، تو هم دختره رو دوست داشته باشی، شستشو فکری داده میشه. اصلا شستشو فکری کاری ندارم. دختره نباید به این حرف توجه بکنه دیگه. بخوای نخوای توجه میکنی. جره یه چیزی میره تو مغزش، ولی اون دختره باید خودش شور و فن داشته باشه. هر چقدر هم داشته باشی تو مخت یه جاهای ذهنت رو درگیر میکنه. برداره خیلی رشد مثلا دارم میگم و اینا. تو خانواده ما همچین چیزی هست، مثلا اتفاق افتاده اینا که خیلی چیزام قشنگی هم برداشت. بابام گفتش که به هیچ کسی ربطی نداره. تو اصلا دارم همین میخوام مثال برات بزنم اینا. تو مثلا با دختر زیر یه سقفی، خب مشکل مالی میخوری، هر مشکلی، خانواده تو یا خانواده ما مادر مشکل نمیان که نیست. کمک کنن. اگه نمیان که کمکت کنن، آقا مثلا یه مشکلی داری تو، پدرت کمک نمیکنه، پدر اون بنده خدا هم کمک نمیکنه و ببخشید و گوه میخورم یا مثلا دخالت میکنن خودشون. خب بابای تو هیچ دینی به تو نداره. نه باید ببین بابای تو اون طرفو ببینه. بابای من مگه میخواد با دختر ازدواج بابای کنه؟ تو طرفو ببینه سر تا ته یارو رو میره. خب میفهمه که اون آدم به درد تو میخوری یا نه. و تو الان تو خانواده‌تون به عنوان مثال الکل میخورید، همه کار میکنید، اوکیه. خانواده دختره مذهبیان، لای چادرن، دعای ندبه، اینطوریه، میخورید به هم. خانواده تو بری خونشون آرامش داری، میری خونشون اصلا نباید بغل دستش بشینی، جمع زنونه اونور جمع مردونه اینور، زنت بغلت نیست، راحتی با این آقا موضوع. اصلا من میگم آقا وقتی که تو طرفو دوست داری برای چی مثلا یه نفر اصلا راحته برای تو این موضوع، تو میری اونجا بعد این شرایطو رعایت کنی. ببین حالا من که تو این ساله اصلا نتونستم تغییر کنم و اینا، ولی اگه تو دختره رو دوست داشته باشی، دختره تو هم دوست داشته باشه، خودتون رو تغییر میدی. نه بحث تغییر نیست، تو داری میری توی خانواده یارو، تو خانواده خونت نیستی. ببین من الان تو جمع، البته من همینطوری هم تو جمع خانواده یه جورم، تو جمع شما هم یه جورم. اون بعد این مثلا من جامون عوض بشه درسته. تو خانواده‌تون یه جوری، خب پیش ما یه جوری، پیش پارتنرت یه جوره دیگه. خب خب من اونجوری که تو خونمون هستم پیش پارتنرمم، نه اونجوری که پیش شماها هستم. تو به قرآن دارم قسم میخورم که تو خانواده یه جوری رفتار میکنی، پیش اون پارتنرت یه جوری رفتار میکنی. ببین هر چارچوبی که من تو خونه واسه خودم داشته باشم، تو خونه خودم هم، تو رابطه خودم هم واسه خودم دارم. من اصلا همچین آدمی نیستم. من تو جمع خانواده یه جورم، تو جمع شما یه جورم. چه فرقی داره الان من با بابای تو چه فرقی دارم تو این موضوع؟ اون بابام تو رفیقم. خب تو باید یه فرقی قائل بشی برای بزرگتر. وقتی که خودشون اینطوری ما رو تربیت کردن برداشتم. ببین تو اون قدی که با من راحتی با بابات نیستی. چرا؟ غلط کردی. چرا؟ بگو یه چیزی بگو که مثلا جلوش انجام نداده باشه.
نه بحث انجام دادن خب یه نیست، چیز بگو بحث همون شد. حرمت و این داستانا. نه من مثلا به خواهر تو فوش میدم، به خواهر بابام فوش میدم، ولی شوخی مادری هم که با هم دیگه نداریم. تمام شد رفت. آقا من من- اصلا بحثو عوض کردی، یه چیز دیگه شد. من تو خونم چی جوری رفتار میکنم با شماها، آره. این بحثش جداست. من قراره برم خونه اون طرف، خب خونه اون طرف چقدر اون بنده خدا باباش از تو خوشش میاد. خب کاری ندارم. توی خونه اون طرف مردا یه طرف میشینن، زنا یه طرف. تو خانواده ما همه قاطیان. این فرهنگ اینجاست، این فرهنگ اینجاست. تو میای وقتی من میرم وارد اون خانواده میشم، میتونم این موضوع رو هضم کنم، درک کنم که نمیذارم من برم بغل زنم بشینم. شب میام خونه تو مخی نمیشه برام که نمیذارن اینا چرا من بیام پیش تو بشینم، چرا نمیذارم من کنار تو باشم. تو مخ تو نمیره این موضوع؟ تو الان بری تو جمع باباتینا بگم بره فقط اونور، تو اوکی؟ تو این ور بغل بابات و داداش تو برادر زن تو اینا باش، تو اوکی با این موضوع؟ نه اوکی نیستی. پس میشه این دوتا فرهنگ متفاوت که روبروی همن. باید فرهنگا حداقل یه ذره شبیه هم باشن. الان فرهنگ تو مثلا با فرهنگ شقایق کیه؟ نزدیکن، خیلی نزدیکن، خیلی نزدیکن، بیشتر از اون چیزی که تو فکر کنی نزدیکن از نظر فرهنگی. ببین نگاه نکن الان تو خونه ما یه سری چیزا اوکیه، وقتی عروس وارد خانواده میشه یه سری چارچوب گذاشته میشه توی اون خونه. وقتی عروس وارد اون خونه میشه یه سری کارها جلوی عروس انجام نمیشه. الان این کارهایی که با مامان بابات داری انجام میدی تو این خونه، جلو عروستون هم کارا رو انجام میدی. به قرآن اگه انجام بدی، فوشایی که به بابات میدی جلو عروستون انجام بابام میدی. فوش میدم حیوان. همین الان گفتی شوخی خواهری داریم. شوخی خواهر منظورم که من بهش بعضی موقع فوش میدم، خودش هم به خودش خب، فوش کاری میده. ندارم. یه طوری میگه الان فردا میام میگیرن. نه میگم تو جرم پدر آزاری لاشی. تو با بابات وقتی کسی نیست راحتین، ولی آره. وقتی زن داداش تو توی اون جمع هست تو همون جوری بگی آره میزنم تو دهنت چون نیستی اینجوری. اه. نیستی. بابا چرا داری کلا مقاومت می‌کنی؟ من بچه بیشوری ام کلا. خب این که تو بیشوری اصلا کاری ببین همین آدم بیشعور بپرسیم. اوه. تو جمع خانوادت با جمع رفیقات یکی؟ آقای تو این کلا داستانش فرق می‌کنه. منم همینم. من تو داستانم الان میشه مثال منم. منم زدی، گفتی تو جمع خانوادت آره یه خب جوری. داستان من فرق میکنه. تو با یکی، او با تو هم اما با یکی وارد رابطه بشی با اون جوری که پیش ما یکیه، تموم شد و رفت. این آره. شعور تو رو میرسونه نه، من که که تو من- باید یه تفاوتی با چیز با اون طرف قائل بشی. من الان برمیدارم به تو میگم مثلا چه ربطی به داره؟ اون که نه به اون که نباید بگم من چیز مگه فقط بحث فوش دادنه؟ آقا اصلا موضوع یه چیز دیگه است. من دارم میگم آقا من الان با تو فوش میدم، به تو فوش ناجور میدم، تو به من بحث فوش میدی. تو الان جلو مثلا اون بنده خدا فوش میدی. خب یه سه این تو میشه. الان جلوی من مثلا بعضی موقع به من میگی سرفه کن، خب جلو اون همچین حرکتی میزنی. نه خب خب آقا ببین خب خفه شو دیگه، جواب تو خودت یه بده سری دیگه. جاها باید حیا و حرمت رو حفظ کنی. ده؟ نه بابا احمد، تو باید حرمت رو حرمت حفظ دیگه، کنی. همین حرمت رو باید حفظ بشه دیگه. خب تو وقتی با من، وقتی تو هستی تو اونجام یه جوره، وقتی تو نیستی یه جوره، وقتی تو جمع خانواده‌شونیم یه جوره، وقتی تنهاییم یه جوره. خب این حرمتی حفظ میشه. شاید ما تو جمع تنهاییمون هزار جور حرف هم بزنیم، ولی وقتی وارد خانواده دو طرفیشیم اون حرفا رو آقا تو یک حرفایی که هزارمش الان هم مثلا به اون نمیزنیم. بنده خدا میدیدنی مثلا نمیری که بشینی به بابات بگی. نه بحث بابا. این نیست که به بابام بگم. بحث اینه که اگه من با اون فرد برم تو جمع بابام، اون رفتاری که خونم دارم و باهاش ندارم جلوی بابام، تموم شده رفت. اون میشه تفاوت قائل شدن برای اون طرف. خب احترام گذاشتن. تو الان بحثت این بود، میگفتی تو پیش باباتینا یه جوری، پیش اون آره یه من جوری. پیش بابام اینا یه جورم، پیش شما هم یه جورم. من تغییر نمیتونم بکنم. خب این اشتباهه. وقتی ولی نمیتونی بین آدما فرق ولی بذاری. 100% معدم چقدر میسوزه. ولی مثلا با پارتنرم تو نمیتونی اونجوری که با من راحتی با دقیقاً. هم باشی. تموم شد. آها دقیقاً. آفرین. رسیدی تو به به حرف هم. خودت دقیقاً. که گفتی با اون یه جوری، با خانواده یه جوری، با رفیقات یه جوری. من با رفیقا خانواده یه جورم، ولی با اون نمیتونم که مثلا تموم اونجوری شد و باشم. رفت. منم که نمیتونم یه شرایط خانواده منم مثل خانواده من تو که- نیست. من الان مثلا تو وسط خیابون دستم مثلا میخوره به باستن تو، من نمیتونم که برم همچی حرکتی با اون بزنم. خود یه تفاوت اینجا داره خب قائل این می‌شی. احترام گذاشتن میشه دیگه، احترام خب دارم تو میذارم ببین، دیگه به اصلا عقاید. تو راجبه
باتریم کمه. داره میگیره. موضوع اینه آقا، من نمیتونم آقا الان من به تو مثلا تو خیابون مثلا دستم مثلا میره یه اصلا جایی. اون مهم اون نیست. نباید دست من که نباید برای اونم چیز بشه اینا که دیگه. تو وایسا اینو من- بهت بگم، بذار الان اینو قشنگ بهت مثال میزنم میفهمی. تو این کارو با ما تنهایی تو خیابون انجام میدی، درسته؟ آره. همین کارو با ما جلوی بابات انجام نمیدی. چون بریم الان انجام بدیم. این دیگه بی شخصیته. این واقعا شعورش نه پایینه. تو رو اون کار انجام میدم، رو تو انجام میدم، بابام انجام که نمیدم. نه نمیگم رو بابات آقا انجام دیگه میدی. من انجام میدم، مشکلی نداره. تو شعورت پایینه، جلو آقا، مادرت این کارو نمیکنی. آها. خود تو حیوونی دیگه، این به شعورت ربطی نداره. آقا خانواده ما شناخت داری رو خانواده ما دیگه تو. همه که مثل شما نیستن. خب یکی دیگه. مثل من اینجوریه، یکی مثل اون اون که اونجوریه. خانواده‌اش کلا داغونن هیچی. آره آقا الان موضوع یه چیز دیگه است، من الان بهت میگم اینا. من برای پارتنرم میرم تولدشه، میرم خب. طلا میگیرم، میرم عروسک میگیرم، خوراکی میگیرم، گل میگیرم. خب برای تولد تو من نباید برم طلا بگیرم، خوراکی بگیرم، گل تو در بگیرم. اینجا یه تفاوتی بین ما قائل میشی. آره خب اون دختره تو این علایقش تفاوت مادیه داری مثال میزنی. آره دیگه تفاوت موضوع اینه. معنوی من هم- فکر کنم مثلا تولد دانیال باشه، من برم برای این طلا بگیرم. من چه چیزی دارم برای این؟ به قرآن انقدر خوشحال میشه. تو من واسه این شبم طلا میده. هر چی طلا بگیری واسه این خوشحاله. این سرمایه زنه زمین. نه من میدونم برای چی طلا میگیریم. من طلا فروشی هم میدونم از کجا باید برم بگیرم. اینه داستان آقا. اینه موضوع. من الان جلو اون خب ببین اصلا بحث این تموم نشد که وقتی طرف وارد خانواده شما میشه باید نزدیکی به هم باشه. این عقاید خانواده که باید با کنار هم دیگه باشه. هیچ برای چی دارم میگم و اینا. الان همون بنده خدا میدونم عقاید خانوادهش دیدی دیگه. خب اما عقاید خانواده ما یه جوری یکیه. خب این میخورید به هم. تمام شده رفت. ما میشینیم اونا میشینن. ولی تو به یکی که تو قم بزرگ شده لای چادری بزرگ شده تو نمیتونی با اون تمام آدم شده بکشی. رفت. پس دیدی فرهنگا باید فرهنگ بخورن. که پس به این ربطی نداره که فرهنگ شما عقاید. قراره برین زیر یه سقف زندگی کنین. عقاید فرهنگ نه. خب آقا عقاید اون طرف هم تو همون خونه شکل گرفته، تو خیابون که شکلن گرفته. عقاید و فرهنگ دو تا چیز مختلفه. فرهنگش و عقیده هاش توی اون خونه شکل گرفته. حالا این که با یکی رفیق شده وارد رابطه شده عقایدش تغییر کرده خیلی داستانش فرق میکنه. اون یک به تو ربطی نداره. نمیخوای قبول کنی اینو که خانواده خیلی دخیله در این موضوع. آقا یه چیزی دیگه الان من بهت بگم اینا متوجه بشی. عکس اون بنده خدا رو خب من نشون دادم خب به خواهرم فکر کنم. خب آره خواهرم. برداشت گفتش که این چقدر نازه. عکس دیگه‌ش هم دید گفت این چقدر خوشگله. خب بعد بغلش دوست خواهرم نشسته بود و اینا میگفت الان شما مشکل ندارید مثلا این دختر مثلا لبش اینجوریه آفرین. نمیدونم. عقاید و فرهنگ اون خانواده با همینه. خانواده شما فرق داره و اون نمیپذیره این دوست طرفو. خواهرم برداشت گفته و گفتش که الان شما مشکل ندارید مثلا لبش اینطوریه نمیدونم اینجاش مثلا دقیقاً. سوراخ اینا. خواهرم برداشت گفت نه. اگه اون میخواست عروس خانواده دوست خواهرت بشه هیچ وقت نمیپذیرفتن و وارد اون خانواده میشد مغزشو سرویس میکردن و اگر میرفت خونه شوهرش خانواده شوهرش ازش بیگاری میکشتن و یه جایی کم میآورد و میگفت من طلاق میخوام. گفت خواهرم برداشت گفتش که نه ما هیچ مشکلی نداریم با این موضوع. خب ولی اون آدم تو خانواده ما مشکل داره. مشکله. اون آدم آره خانواده شما آره مشکل داره. نمیپذیره خانواده ما اینو. نه خانواده ما راحت میپذیره اصلا مشکلی خب نداره. فرق داره عقاید دیگه. ببین بعد جفتمون مادر فرهنگا فرق داره. این میشه آفرین این میشه فرهنگ. خب فرهنگ خانواده ما با خانواده طرف فرق داره. نمیخورن به هم. اصلا ربطی نداره. فرهنگ خانواده ما با فرهنگ خانواده شما فرق داره. تموم شد و رفت. تو خانواده شما یه سری چیزا آزاده که تو خانواده ما نیست. تو تو خانواده خانواده ما هست که تو خانواده شما تو نیست. خانواده ما الان سر تا سر این خونه رو بگه یه دونه کتاب چیز مذهبی پیدا نمی‌کنی. ولی به تو دلت بخوای کتابای چیز هست. تو میدونم. فرهنگی تاریخی قدیمی اینجور چیزا اینا. بابای من بیشتر مثلا تاریخو دوست داره تا دیگه. خب ولی یک خانواده ای که
با الان موافقه نمیتونه با شما وصلت کنه، اون طرف هم مشکل نداشته باشه با این موضوع، وارد خانه شما که بشه باز هم تاثیر داره. اینو متوجه هستی یا نه؟ تاثیر داره. پس ربطی به این ببین، نداره من که دو نمی‌تونم. طرف ببین، با اصلا- هم زندگی بابا، کنن. اصلا کاری به دو طرفش ندارم و اینا، میگیم اصلا تاثیر داره. تو جمع خانوادگی پارتنر من یه چیزی ازم میخواد، خب یه جوری میگه یه کاری انجام بده برام اینا، من نمیتونم بهش بگم او برو گم شو خودت برو بردار. به من چه؟ اصلا چه ربطی داشت الان؟ میگم احترامه رو دارم میگم. الان از عقاید و بابا. فرهنگ چه ربطی تو بابا. احترام؟ تو بحث فرهنگ تو تموم کن. آقا بحث عقیدت رو فرهنگ میگم آقا تموم تموم کن. شده باشه. نه تموم نشده، چون تو هنوز نپذیرفتی. نه آقا اصلا میگیم آقا تو جمع خانوادگی خودشون یه چیزی هم میخواد، میگم آقا گم شو برو خودت بردار. نه بابا. بعد اون فک و فامیل اون یارو فکر میکنن یه فکر بد میکنن، میگن این چقدر بی فرهنگه، چقدر بیشوره، جلو مثلا بقیه مثلا با پارتنرش این که اینطور میشه صحبت بحث می‌کنه. احترام، بی فرهنگی و بی شوری و بی خانوادگیه. من چیزی که دارم میگم اینه که تو وقتی طرفید که پای جلسه قرآن میره مولودی، نمیتونه بیاد بشینه پای بساط عرقخوری شما. تمام شده رفت. خب این دوتا عقیده جداست. شما با هم زیر یه سقف زندگی میکنید، با هم مشکل ندارید، ولی اینجا به مشکل که میخورید. نمیخورید. تموم چرا شد ما و مشکل رفت. میخوریم؟ تموم شد و رفت. پس نگو ولی یه وقتی موضوع دو دیگه هم نفر هست. قراره با هم ولی ازدواج یه کنن. موضوع دیگه هم هست که من الان الان بابا دروازه کنه میاد تو میاد گم می‌خوری. گم می‌خوری چه مدت. ولی یه موضوع دیگه هم که هست، تو خب دیدن مثلا اون بنده خدا رو تو دوست داری، خب اون خب طفلگری دوست داری، یعنی سر اون یه کارایی رو انجام ندادی دیگه، یعنی انجام نمیدی آره. خب احترام دارم میذارم. این چون که دوست داری. این موضوع تو خانواده ما هم جا نیافتاده ها. همینی که داری بخواد راجعش صحبت بعد کنی تو میگی خانواده که ما هم اون جا نیافتاده. ببین چیز خیلی مزخرفیه که الان برداشت کنی، خانواده مثلا تو مولودی بودن نمیدونم فلان بوده، مثلا تو جمع عرقخوری شما اینا، اگه اون بنده خدا که منم با خانواده کاری ندارم و دو طرفو دارم میگم. خب ببین خودم من دارم خودم میگم دارم. اون خانواده اگرم مستقیم تاثیر نداشته باشه، اینجوری تاثیرشو داره که اون نمیاد پای بساط عرقخوری شما، خودم و خودشو دارم میگم میره. خب ببین خودم و خودش این خانواده وارد داره میشه بخوای نخوای، چون میاد خونه شما میگه برای چی رفتی خوردی؟ من نگفته بودم نخور نجسه فلان اینا. تو برمیگردی بهش چی میگی؟ هزاری هم دوستش داری یا برمیگردی بهش چی میگی؟ آقا من اینم دوست دارم میخورم. به مشکل نمیخوری؟ بزنم من طرف مثلا من الکلی ام، اون مثلا نمازخون مولودی نمیدونم، من هر هفته مثلا آخر هفته مهمونی ام، خب. آخر هفته مسجد و قرآن میذاره رو سرشو. موضوع اینه اگه مثلا من اون بنده خدا رو دوست داشته باشم، خب سر اون بنده خدا خیلی کارایی انجام نمیدم، اون کارا رو انجام نمیدم، میگه آقا خوشم نمیاد، میگم باشه. حالا اینو الان بهت میگم، تو یواش یواش این کارا رو انجام نمیدی، میگی اوکی من انجام نمیدم، از یه جایی به بعد بها داده میشه به طرف، میگه خب نریم خونه بابات اینا دیگه، اونجا انجام میدم، منم خوشم نمیاد اونجا باشم پس نمیریم. فهمیدی؟ و تو میگی بابامه نمیتونم بذارمش کنار که من باید برم، و اینجا بازم به جدال میخوریم و خانواده ها باز دخیل هستن. الان فهمیدی؟ الان برات جا من و افتاد تو یا اصلا نه؟ نمیتونیم، واقعا من و تو اصلا نمیتونیم سر این موضوع با هم دیگه کنار بیایم، ببین بحثی کنار اومدن اصلا نیست. نمیشه. دارم میگم تو میگی خانواده آقا، چیز نیست. بذار الان جمعش کنیم بریم، دیر شده. من و تو نمیتونیم آقا این یه رابطه مؤمنی میخواد، دوست داشتنی میخواد تا اینا. نه من نمیگم رابطه دوست داشتنی و مؤمن و این داستانو میخوام، من دارم میگم که اگه طرف من مؤمن باشه من عرق خور باشم، ما شاید بتونیم زیر یه سقف با هم زندگی کنیم. ولی اون طرف نمیتونه بیاد تو خانواده ما، منم نمیتونم برم تو خانواده اونا آرامش داشته باشم کنارشون، و این موضوع تاثیر داره آقا تو تو این زندگی موضوع من. آقا تو موضوع رو بذار کنار، تو دختره رو دوست نداری؟ خب دختره رو دوست دارم، خب. خانواده‌اش رو نباید، من نمیبینم اون خانواده رو. فندرسکی وزگر، آقا تو دختره رو دوست داری، خب خانواده‌ات مخالفن، چیکار میکنی؟ اولندش که این موضوع فرق داره، مخالفت خانواده باید ببینید دلیل مخالفت چیه، همون دلیلی که مثلا ببینید منطقیه یا نه. اگه آقا منطقی بود میگی خب تو قبول میکنی این موضوع، از دختر دست میکشی، تو از دختر دست میکشی. شما نفهمیدم. آقا همین چیزی که تو برداشتی چی کار گفتی، می‌کنی؟ خانواده اصلا مخالفه، میگم این دختر خوشم نمیاد.
خب اول میگم دلیلش چیه، ببینم منطقی باشه دلیلش. بگه خیلی بی حیا، خیلی اینطوریه، میگم یه چیزی میدونن که دارن این حرفو به من میزنن، 4 تا پیرن بیشتر پاک. اگه بگه نه خیلی میخنده خیلی فلان اینا، میگم خب آقا میگه میخنده مشکلی نداره این موضوع. و من هم میرم دنبال فردی که به خانواده‌ام بخوره، نه دنبال فردی که ما اینجا باشیم اون اینجا باشه از نظر فرهنگی یا فرسنگ ها فاصله داشته. من هیچ وقت نمیرم دنبال دختری که تو مسجد میره و میاد، فهمیدی؟ من میرم دنبال کسی که به خانواده من میخوره. خب منم همین میگم. خب ولی تو اگر از یه دختری خوشت بیاد که تو مسجد بره و بیاد، میگی من دوستش دارم، اوکی ام با این موضوع، ولی نمیتونی عقیدهشو عوض کنی که خانواده‌اش اونن. آدم باید خودش تغییر بده. تو به خاطر اون آدم قرآن دستت میگیری؟ نه آقا از همین قرآن اصلا کاری نداریم. خب این میشه 2 تا فرهنگ مختلف. بابا فرهنگ مختلف ندارم آقا، تو اصلا دیوانه وار اون دختر رو دوست داری، خانواده‌ات میگن آقا ما آقا همین الان بهت گفتم دلیلش. آقا دلیلو بیخیال، تو همون دختر دست میکشی؟ ببین یه دلیل خانواده‌ات باید بیارن بگن نه. آقا دلیل همینطوری بگن نه، میگم نه شرمنده منم دست نمیکشم. دلیل منطقی مثلا آوردن. اگه ببینم واقعا منطقیه و تو آینده من قراره اون موضوع تأثیر بذاره 100% دست میکشم. ولی اگر ببینم تو آینده من زندگی زناشویی من اونقدر تأثیر نداشته باشه هیچ وقت دست اشتراک اجتماعی اینجا معلوم میشه. خب لاشی برو صحبت کن با دختره، بگو آقا یه ذره تغییر کن، من تو خوشم میاد. موضوع اینه آقا بی خیالی داره. آقا دوستان عزیز، دوستان عزیز و دختر گرامی کشور عزیزم، دختر خانوما و آقا پسرای عزیز، لطفاً توقعاتون رو از تو رابطه یه ذره بیارید پایین. درست گفتم دیگه، توقع رو باید بیارم پایین. آره توقع رو بیار پایین. بابا یارو بنده خدا پسره از ساعت 5 صبح تا ساعت 5 عصر 10 شب کار میکنه، کارگری میکنه. اینا احمق الان خود من 5 صبح دارم از خونه میرم بیرون، 9 شب تو پشمیزی آخه. اصلا ربطی آقا کلا دارم. آقا تو پارتنر دادم خوبی، تو پارتنر دادم خوبی بوده. اصلا آدمو میرن توش. توقعاتون رو بیارید پایین، به خدا پسر رو گناه دارن. وایسا اینو بیار اینجا من اینو بگم. برید دنبال کسی که به فرهنگتون بخوره، خانوادهش به خانوادهتون بخوره، نه کسی که خیلی با هم فاصله دارید. اگه با هم فاصله داشته باشید خانواده هم فاصله دارن و هیچ وقت مچ نمیشید. برید دنبال کسی که واقعا دوستش دارید.